عزیز و تماشابینان گرامی، الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های بیشمارش. الله تبارک و تعالی نسبت بندگانش بسیار لطیف است، مهربان است. نعمت‌های بیشمار برای ما و شما خداوند از لطف کرمش عطا کرده. یکی از بزرگترین نعمت الله سبحانه و تعالی نسبت ما و شما این است که ما و شما را به راه راست هدایت کرد و راه راست را از راه باطل، از راه گمراهی ما و شما را تعلیم داد، نشان داد و الله سبحانه و تعالی را در اینجا امروز در روز جمعه درخواست میکنه همه ما و شما در این راه راستش قدم های ما و شما را استوار و مستحکم بگردونند تا دم مرگ. امروز انشاءالله میخواستم درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت کنم. این موضوع رشد و ترقی است که انسان بسیار نیاز شدید، بسیار سخت نیاز دارد تا در زندگیش رشد کنه، پیشرفت بکنه، قفا نظر نده زندگیش. چون که زندگی حیات تنها برای انسان یک بار داده می شود. دوم بار تکرار نمی شود و ارزش این حیات و ارزش زندگی به نهایت گران و قیمت است که هر لحظه، هر دقیقه، ثانیه حیات ما فقط در حال گذر است، میگذره، فقط میگذره. هر چی که گذشت رفت، الله اکبر، ابد برای ابد میرود، هرگز بر نمیگرده. هرگز حیات، وقت، زندگی ما و شما بر نمیگرده. زندگی را خریده نمیشود، زندگی را به دست دوباره آورده نمیشود. زندگی بسیار قیمت است، ارزش بی نهایت دارد. بنابر همین پیغمبر ما علیه السلام برای ما و شما تعلیم دادند، ما و شما را یاد آوردند اونجا که میفرمایند که وقتنیم خمسا قبل خمس، 5 چیز را پیش از آمدن این 5 چیز غنیمت بشمار، قدرش را بدان. یعنی اینها بسیار با ارزش هستند این 5 چیز. یکی از همون 5 چیز چی بود؟ حیاتک، حیاتت، زندگیت را قدرش را بدان پیش از این که مرگ به سراغت برسد، پیش از این که عزرائیل دنبالت بیاید. زندگی حیات جای شوخی بازی نیست که امروزه اکثر ما و شما، مولی ما و شما قدر قیمت این حیات نمیدونیم. قدر قیمت حیات و زندگی را کی میدوند؟ اون کسی که در کجی گور است، در قبر هست، وای میدوند چی است زندگی. این حیاتی که ما و شما الان اینجا آمدیم جمع شدیم، بسیاری ما اصلا احساس نمیکنیم خیلی نعمت عظیم بزرگی وجود دارد به نام حیات. همین خیر چه خیلی که پیش اومد، خوش اومد، چپ راست نه، این بنابر همین جای شوخی بازی نیست. انسان بسیار سخت نیازمندی چی است؟ در زندگیش پیشرفت، ترقی، رشد، نمو است. زندگی همچون گوهری بسیار با ارزش قیمت است که استفاده کردن از همین حیات، استفاده کردن درست و صحیح از همین حیات، این
سرنوشت ابدی ما و شما رو معین میکند. حیات ابدی ما و شما قیامت، یعنی در قیامت وابسته از این حیات دو روزه ما و شماست، وابسته از همین حیات فانی و زدگذرای ما و شماست. یعنی این حیات میدان عمل و آزمایش است برای رسیدن آرامش و کمال ابدی در آخرت. بنابر همین از همه چیز انسان نیازمندتر برای به دست آوردن سعادت دنیا آخرت در آخرت است. یعنی از همه نیازمندتر رشد برای آخرت است. یعنی هم انسان رشد میکند، پیشرفت میکند، هم صورتا هم معنوی. زندگی مانند یک مزرعه است، مانند یک زمین محصولات و کشاورزی است. زمانی که دهقان محصولات میکشد، دانه محصول میکشد، اگر که از اون دانه مراقبت نکند، محافظت نکند، نگهداری نکند، مزرعه‌اش، محصولاتش از بین میره. دهقان اگون چیز نمیگیره. یعنی هر مزرعه، هر دانه‌ای که کاشته میشه در زمین نیازمند آبیاری میشود، نگهبانی میشود تا که بسبزد، تا که بروید، تا که زنده شود اون محصولات. وقتی که رفته و اگر آبش نتی محصول زنده نمیشه، رفته و باشد اگر سرسبز شد محصولات از زمین برآمد، باز هم دهقان نیازمنده که باید نگهداری بکند، آفت کسلی نزند، داروش بزند، چقدر عذاب مهنت میکشه. انسان هم همین خیلی در این دنیا نیاز به مراقبت داره، به محافظت داره، به مهنت داره، به حرکت داره. همین خیلی الکی نیست. های به دنیا آمدیم تمام دیگر. همین خیلی انسان باید قدر قیمت وقت حیاتش داند، حرکت کنه تا پیشرفت کنه در حیاتش، در زندگیش، قفا نزنه. فرصت ها در زندگی محدود هستند. فرصت ها در زندگی خیلی کم هستند. مول نیستند. زیاد نیستند فرصت ها. زندگی اصلا مانند یک مسابقه دو است. چخیلی که مسابقه ها برگزار میشوند، چخیلی که در این امریکا ماراتون شو میگن، میدوند، حیات زندگی هم میخیلی مسابقه است. باید مسابقه بکنید. والسابقوا الى مغفرة من ربكم. الله سبحانه و تعالی مسابقه کنید. در چی؟ در پول، در چیز، در منصب، در شهرت، در چی؟ به سوی مغفرت الله و بهشت. پس زندگی مانند همین مسابقه دو است، ماراتون است که امروز در سراسر جهان برگزار میشه، به خصوص در امریکا، به خصوص در همین نیویورک ما و شما. یعنی که اون ماراتونی که بزرگی در جهان برگزار میشود، اون ماراتون ها هستند که در نیویورک است، در چیکاگو است، در لس آنجلس، در بستون هستند. این بزرگترینش هستند که نه تا مجازش تا $100,000 $150,000 میگیرند مسابقه خود. کسی که رقم اول میگیرند بغیر این با چند سرتیفیکات دیگر مکافات و هدیه قبول میکنند. بغیر اینها با یعنی سطح جهانی نیست، سطح شتاتی هستند که برقرار میشود. برای چی؟ تا یعنی فایده زیاد دارند. دو یکی از یعنی که برای سلامتی، صحتی، نسرینی آدم شستری شود، چندین بیماری برطرف میشوند. فایده است، فایده مولی دارد، بسیار دارد. یکی وید سپورت مشهور میکنند به خیره. حیاتی ما و شما همین خیلی مثل دو است، مثل مسابقه است. تصور کنه که یعنی وقتی استارت میشود، یعنی ما و شما به دنیا اومدیم، استارت شدیم، تولد شدیم در مشهورترین، در بزرگترین خیابان کوچه نیویورک اوشن پارک دویده هستیم. حیات ما و شما میدن باید بده یک شانس داری، باید بده. قفا زدی قفا میزنی.
بعضی حرکت میکنن پیشکی برنامه‌ریزی میکنن نه برای ماراتون دوشون چخل کنم چیکار کنم مشق تمرین میکنن ما هم باید همین کارو بکنیم برای مرگ و آخرتمون الان ما در اینجا هستیم بعضیا گرامر استفاده میکنن وقتاشون تا حتی لباساش سبک میکنن بعضیا اهمیت نمیدن وزنی میکنن رگزک میگیرن دنیا رو جمع میکنن دنیا میدون هم دنیا به خاطر دنیا مثلا آخرت هم میگذارن یعنی حیات ما و شما فرصت ها کم هستن شانس ها کم هستن بنابر همین انسان ها بسیار ما و شما بسیار نیازمند شدید هستیم که تا این وقت ها حیات مونه گراه بدن جا با جا بکنیم و کوشش حرکت کنیم تا در زندگیمون پیشرفت کنیم خفا نکنیم خفا نزنیم یا که مثال دیگره برای زندگی مثل یک پولی است یک بگیم به زبان روسی موست با انگلیسی بریج نه که انسان را یعنی که در انسان باید با همون پول بگذاره با آخرت یعنی خانه آخرت بهشت یعنی که باید برسه اگر هرچند همین موست پول بریج اگر مستحکم شد انسان امتر خوبتر میگذره حیات ما و شما همین بریج است بازم مثال با ما بزنیم خوبتر بفهمیم این شتات خیلی نیویورک چند قد چی داره نه بریج داره نه بروکنس بریجش منخدسکی بریجش ورزنسکی بریجش دیگرش ببین برای یک زندگی موقتی که موقت هستن چقدر مستحکم و کاغم بریجورا نه مستورا چقدر پولو صرف کرد چقدر دانشو چقدر وقتو برای چی برای حیاتی همینجا که امن باشیم خوب بگذریم آیا فکر نمیکنه آخرت به انتها است آخر نداره تریلیارد نیست آخرت زمانی که انسان های پیشرفت کردن در دنیا این خیلی بریج ماستای خوب مستحکم است بعد میسازن آیا ما و شما باید ما و شما چقدر سختتر مستحکم مستقیم درست کنیم یعنی حیات ما چقدر گرام دیگریم استفاده بریم مکسیمال حد اکثر آخرت که آخر نداره جاویدانی است یک روز در دانشگاه شدیم صحبت بکنیم معلمه گفت که یک برای منخیط صحبت کرد یک وجب در منخیط زمین یک وجب زمین ای $5,000 زیاد است اما من میخوام بگم که حدیث پیغمبر خدا علیه السلام بدونین برای آخرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که موضع صوت فی الجنه خیر من الدنیا ما فیها یک وجب زمین در بهشت بهتر از همین دنیا و ما فیها است میفهمین چی است یعنی یک وجبش از تمام کره زمین و هر چی بایگری که داره همین دنیا همین یک وجب بهشت زمین در بهشت از همه همین قیمت‌تر است مولا حیرون میزنه که مینیمال کش یک وجب در منخیط $5,000 یک وجبش بعضیش با تو $10,000 وابسته از زمین است سبحان الله یک وجب زمین در بهشت بهتر از دنیا و فیها است بهتر از تمام کره زمین و تمام بایگریش جمع کن تمام طلا و نقره و نفت تمام بایگریش جمع کن با یک وجب زمین در بهشت نمیخره فاین تذهبون پس ما کجا میریم تاجرا و بیزنسمن کجا هستن وقتی نماز میشوه به خاطر کلینت چقدر نماز ترک میکنیم از یک بهانه این ادب نه رفت قضا شد نعوذ بالله نماز نه بعد میگه که امام صاحب نماز قضا کنم چیکار کنم سبحان الله
سبحان الله. چیزی که خداوند داده است حوزی ریال نه حساب کاشت پول خریدش نمیشه. یک دست یک پا یک چشمی که میتیاد دیدی که میتیاد. سبحان الله. تراکت میراد نماز قضا میکنه. کارخانه نماز قضا میکنه. اگر رفته و اگر هم خیلی شانس میشید برای شما همین خیلی میگفتن که این تمام عزرائیل میاد آخرین روز تا شما در حیات چیکار میکردین؟ اصلا ما وقتی کلمه رشد، کلمه ترقی، کلمه پیشرفت را نظر میکنیم در قرآن کریم، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما چی پیمانی بیان میکند؟ رشد چی میگه؟ چی تعلیم میتید ما و شما را؟ رشد ترقی پیشرفت در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه انبیا آیه 51 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. الله ولقد آتینا ابراهیم رشد و تحقیق ما برای ابراهیم علیه السلام خلیل الله چی دادیم؟ عطا کردیم. چی را؟ رشد او را، ترقی نموی او را، پیشرفت او را ما عطا کردیم. من قبل پیش از این که با قومش به توحید مبارزه کند، قومش بت پرست بودن، اعوذ بالله به الله شرک می‌ورزیدن. الله که خلق کرد، مهربانی کرد، انعام داد، عزت داد، آبرو داد و امر کرد فقط یگانه من عبادت کنید و من شریک نورزید. قومش بت پرست شدن. پیش از این که مبارزه شد در میدان مبارزه داخل شود به سوی توحید دعوت کنه، الله سبحانه و تعالی ابراهیم مثلا رشدش پیشرفت طریقش عطا کرد، داد. رشد یعنی ترقی فکری عقلانی، یعنی که استفاده صحیح بودن. در اینجا برای ابراهیم سلام خداوند میفرماید که رشدش یعنی که توغری و درست استفاده کردن فهم و عقل در راه صحیح درست. یعنی نهایت با عقل با حکمت بود ابراهیم سلام. یعنی حکمت و عقل خداوند برای ما عطا کرد. یعنی اینها برای ما بسیار درس مهم هستند که ما و شما در زندگیمون همین دنبال همین رشد ترقی باشیم و از الله سبحانه و تعالی ترقی طلب کنیم، پرسیم. چه خیلی که پیغمبر ما علیه السلام با ترین شخصیت در طول تاریخ انسان بودن و محبوب ترین خلق خدا بود. دعا میکنه اللهم الهمنی رشدی. سبحان الله، خدای من رشدی من، آینده من که الهام که مرا بفهمون، تعلیم بتی تا من در مسیر درست رشد نمو کنم. و داستان اون اصحاب کهف داستانی که بسیار مشهور است. ما میدونیم که اون چند جوان موحد که فقط الله عبادت میکنن، با اخلاص محبت به الله شرک نمیورزیدن، از طرف اون حکومت زمان خودشو تعقیب قرار گرفتن، عذاب کشیدن، در حالت بسیار سخت قرار گرفتن. اینها تعلیمات برای ما و شما هستند. اینها واقعیت، تاریخ واقعیت هستند که انسانی با عقل با فکر اینجا تعلیم درس عبرت میگه برای حیاتشون. یعنی در حالت قین سختی قرار گرفتن. میدونی حالت قین چیه؟ قین است که مثلا شانسگر نبود که با آرامی زندگی کنی، پیش زن فرزند برای ماشاءالله مغازین بدروی، این طرف پاکت خشوب پر کنی برای دلی پر
نزدی زن فرزند بشینی و خوردن مزه کرده، این خیلی شانس نداشتن، فقط به خاطر چی؟ به خاطر توحید چون یا که با آرامش نمیتونه کار تاکسی کردن، ترک ببرن فلان فلان، نداشتن این خیلی شانس، در حالت سختی قرار گرفتن. اما ببینید اینها این گروه جوان موحد از خداوند چی طلب کردن؟ پیروزی طلب کردن، قدرت طلب کردن، چی طلب کردن؟ در کمی فکر کنیم چی طلب کردن؟ اولین چیزی که این گروه موحد برادرای ما و شما طلب کردن رشد بود. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. پروردگار از نزد تو ما را رحمت بده، یعنی ما را رحم کن. وهيئ لنا من امرنا رشدا، ما را رشد بده، از کار بار ما رشد بود. رشد نمو کردن طریق بسیار مهم است. نهایت رشد فهمیدین چی بوده؟ نهایت رحمت و رشد فهمیدین چی؟ یعنی که ابد نمونه در تاریخ هر کسی که به دنیا میاد، هر کسی که به دنیا میاد تا آخری زمان میدونه اصحاب کهف چی است. نتیجه چی بود؟ نتیجهش رشد بود. ربنا آتنا من لدنک رحمت و هیئ لنا من امرنا رشدا. در کار بار ما رشد برای ما عطا کن. و دیگر داستان رشد این است که همون گروه جماعت جین ها بودن، وقتی که میرفتن پیغمبر علیه السلام نماز میخوند، قرائت میکرد، هش جین ها رفتن وقتی قرآنش نمیدن. نه سبحان الله، ای کاش ما میفهمیدیم قرآن چیه، ای کاش که ما میفهمیدیم پیام پروردگاری که ما را خلق کرده. اصلا این بدون پیش از همه چیز رشد اصلی قرآن است، کلام الله. و تمام چیزا را الله سبحانه و تعالی در قرآن برای ما شما بیان کرده است. و کل شیء فصلناه تفصیلا، تمام چیزا را مفصل بیان کرده است. از آن جمله رشد ما و شما را، یگانه کلامی که مستقیما از خالق ما و شماست، این کلامش قرآن کریم است. وقتی که جماعت جن شنیدن که پیغمبر خدا نماز میخونه، قرائت میکنن، هش کندن. آیا نمیخوای که بشنوه جن ها چی گفتن نسبت قرآن؟ وقتی که شنیدن این کلام بسیار لذیذ شیرینه که هر کس که قرآن فهمید دونیز عمل کرد، وقتی قرآن در خون و پوست را گرفت، هرگز انسان از قرآن دیگه دور شده نمیتونه. متاسفانه امروز ما از تلفن دور شده نمیتونه. نه تلفن بگه دوم جون شدگیه، تلفن هم فراموش کن، تمام گویا که جون تدادی، تمام نصف میتواند نیست. هر یک لحظه سکون فقط نگاه میکنی، تلفن تلفن تلفن. متاسفانه این سبب چیه؟ ما نفهمیم قرآن. انا به قرآن نمیتونید، فقط قرآن بدید مسوی قرآن. مشکلی ما همه نمیفهمیم چی میگه، پیام پروردگار نمیفهمیم. اما جن‌ها فهمیدن، شنیدن، شوکان. چی گفتن جن‌ها نسبت قرآن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا که فهمیدیم، عجایب. إنا سمعنا قرآنا عجبا. حقا که قرآن عجیبه، قرآن عجیب است. جای تأسف است که یک جین بیا این خیلی قرآن تفسیر کنه. ما شما بندگان الله، کامل ترین مخلوق خدا، با ارزش ترین مخلوق خدا نسبت قرآنش این خیلی به ادبی به اهمیت کنیم. إنا سمعنا قرآنا عجبا. همانا ما شنویدیم قرآن بسیار عجیبه. قرآنا عجبا یهدی. قرآن عجیبه که هدایت میکنه، راه نشون میتیه، راهنمایی میکنه. بسوی چی؟ بسوی فن و فریب؟ نعوذ بالله. بسوی چی؟ بسوی شراب؟ بسوی ریبا؟ بسوی چی؟ بسوی بدبختی؟ نه. بسوی چی؟
یهدی الی الرشد، هدایت میکنه به سوی رشد، به سوی ترقی، به سوی تمدن، به سوی آبادی، به سوی راه راست، به سوی عزت، به سوی آبرو. خوبی میخوای؟ مرحمت. فایده میخوای؟ مرحمت. چی میخوای؟ مرحمت. همه خوبی ها، تمام خیر خوبی دنیا در آخر در قرآن هست. پس هر که از قرآن دوری کرد خودش ضرر میبینه، نهایت ضرر زیان سخت پشیمان میشه خودش. این خوب نیست که خداوند رحم کرده، خداوند دوست داشته. الله بنده خلق است. ما و شما را خداوند دیگر حیوان خلق نکرد، مثل گاو گوسفند را چارپا قربانی میکنن، خم شروع میکنن بزننش که ما کارش سیر. ما را همه چیز برعکس برای ما خلق کرده. اون خوب نیست که در مسیر الله قرآن قدم بزنیم، زندگی به خاطر الله شه. بزرگترین مقصدمون و مراممون به دست آوردن رضایت و خوشنودی خداوند باشد که در آخرت هم ما فایده میکنیم، هم خداوند خوش میشود. پس جین ها چی گفتن؟ هش کن وقتی قرآنش نویدن، گفتن که این قرآن عجیبش نویدن که یهدی الی الرشد، به سوی رشد هدایت میکنه. عجیبه در همین سوره پایین ترکش همین جماعتی جین ها اسلام قبول میکنن. جین ها اسلام قبول میکنن، میگه ما از یگان چیز دیگر سر ترس نداریم، نه از بنکراتش، نه از اینکه جوانی حیات میرن پیر بشه میمیره. از یگان چیز سر ترسی نداریم، چون که با اعلی پروردگار هستیم، خالقی تمام چیز، خالق صاحب حیات، صاحب جوانی، صاحب مال، صاحب دنیا، همه چیز. متاسفانه چقدر از ما میان کشورهای پیشرفته پول مال چیز تمام دیگه. الله تبارک تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 186 میفرماید که نسبت خودش تا مبادا بندگانم احساس نه که پروردگارش رو دور هست، مبادا فکر نه که خداوند بندگاش گذاشته است، پرتافته است، رها کند. نه هرگز. من همیشه با بندگان هستم، همیشه کمک کنندگان بندگان هستم، همیشه شانس میتونم بندگان یاردم میکنم، کمک میکنم، همیشه کنارش هستم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان الله عجیب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یا حبیبی من، نبی من، اذا سألك عبادی، زمانی که بندگان من از تو درباره من میپرسن، فإنی قریب، من قریب هستم. نگو من قریب هستم، با اونها هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا و صدای و کمک هر یک صدا کنندگان و دعا کنندگان و طلب یاری کردن قبول میکنم و یاری میکنم. در سوره مبارکه قاف نمیگه، اونجا با خداوند میفرماید و نحن اقرب من حبل الورید. خداوند میگه من از نسبت شما، از جون شما نزدیکتر هستم به شما، از اینکه شما نسبت خودتون من نزدیکترم به شما. کجا میری؟ کجا صدا میزنی؟ یاری از کی طلب میکنی؟ همه هستی نیستی باید از الله طلب کنیم. عبادت الله، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم،
صراط المستقیم کدوم صراط می رشد داد که انسان باید دعا کنه که خداوند در راه رشد قدماش استوار مستحکم بگردونه تا دم مرگ. و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هر چی زمانی که هر پیغمبر خدا میگه هر چی که در کارت هست نیاز به اون چیز فقط از الله پرس و یاردم میخوای یاردم از الله پرس. از الله یاردم پرسیدن عزت هست، از غیر الله پرسیدن ذلت هست. اگر دو دگان چیزم یاردم کرد یک روز یکی نمیتیاد ذلت میشه، یکی یک روز منت میکنه بازم ذلت میشه. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی تا با من ایمان بیاورن و قبول کنن لعلهم یرشدون، تا اونها بعد در رشد بیان، نمو کنن، ترقی کنن، پیشرفت بکنن. رشد یعنی چی؟ رشد رسیدن به حقیقت، رشد انتخاب راه راست، راه درست، حرکت کردن در مسیر راست درست، در همون راهی که ما شما در قرآن اهدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، کدام گروه هستند که الله سبحانه و تعالی انعام کرده است، که همون سوره مبارکه نساء میفرماد که خداوند بهترین بندگان انعام کردگیش پیغمبر هستند، صالحا هستند، شهیدا هستند. یعنی ما را در راه راست خداوند هدایت بکند. و اولین پیله و پایه اصلی رشد نمو کردن انسان در زندگیش این ایمان و این تقوا است. به ایمان به تقوا انسان به هیچ نمیرسه. اگرچه انسان ترقی کنه در دنیا، یعنی صورتا، اما معنا اون خسران دیدگیش دیگه، اون زیان دیدگیش، اون نه که بعد پیشرفت رسیدگی نیست. بخشش پیش بیا که بسیار بچه برادران جا نیفتستن، جای خالی پر کنه، باش تست پر کنه، خیلی نه میبخشین و تست پر کنه. وقت نگذره. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی مثال داستان میزند برای بندگانش که تا بندگانش هوشیار شوند، در این دنیای درازا از عقلهاش و از فکرش استفاده ببرند تا گمراه نشوند. الله سبحانه و تعالی در سوره برکه سبحان الله قصص، سبحان الله، در سوره مبارکه قصص داستانی که را بیان میکند. قارون میدونیم که یعنی الله سبحانه و تعالی چقدر بویی به دولت بویگری داده داشت، در دنیا چقدر پیشرفت کرده بود، چقدر ترقی کرده بود، اما از این که ایمان و یعنی که خدا در زندگی او نبود، پول مال و چیزش به دردش نخورد، برعکس نعبرات درد سرش اون پیشرفت کردنش. یعنی پیشرفت کردن حقیقی اون چیزی است که انسان اول انسان خدا را در زندگیش ایجاد خدا بیارد، یعنی که انسان به الله ایمان بیارد و متقی و خدا ترس شود. و الا انسان هرچی اگر که ظاهرا ببینه پیشرفت کرده، در باطن حقیقت نگاه کنی اون در آرامش و سعادت نرسیده است. مثالش همین مثال قارون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة من الى آخر آیه. قارون میگه که از قوم موسی علیه السلام بود
چنان دارایی داده بودمش، چرا کنز داده، چنان بایگری داده بودمش که این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه، یعنی فقط کلید گنجیناشا، کلید سیفاشا بگیم، داراییش نه، پول زر چیز نه، فقط کلیداشا. یک گروه نمیتونید، یک گروه پهلوان بزبله بازور میبردنش. خدا خودش میدونه چقدر بایگری الله سبحانه داده بودش، چقدر پیشرفت کرده بود در دنیا. وقتی که با زیر اولش بیرون میبرد، مردم میدن حسرت میخوردن. چقدر این روزا بعضی از ما ماشین ها و مرکب بسیار قیمت دارن میبرن، ماشاءالله. بعضی از آدمای ساده لوح ما در فکر میکنن چون جا میرن. ای منم کاش که میداشتم، بهتر میبود که دعا میکردی اللهم اینی نسأل من فضلک و رحمتک، از الله رحمت و فضل طلب میکردی. رحمت و فضل خداوند از این بایگری ها و مال های زدگذاران بهتر خوبتر است. اصلا قابل مقایسه نیست. اینا هم هستند، یا زیب زینت هستند. پول، چوز، ماشین های بسیار قیمت، قصرها، خونهای بدبده، این همش زیب زینت هستند. زود میگذرن از بین، زود تمام میشوند. اما رحمت الله، فضل خداوند بی پایان است، ابد است. وقتی قانون بیرون میآمد هش مردم میرفتن بعضیاش. اما همونجا بودن کسانی که ایمان به الله آورده بودند، مسلمانان تذکر میکردند که این کار خطا است. اما ببینید وقتی که فخر میکرد قارون، چقدر دبدبه داشت، چقدر بایگی داشت، میگو همه اینها بیزنس، تجارت، همه ترقی از من است، از دست من است، من خودم کار کردم. نعوذ بالله. در حالی که این مال از طرف خداوند است، از جانب خداوند است. ما فقط امانت دار هستیم. یک وقتی موقت در اختیار ما گذاشته است تا ما و شما چه استفادهش میبریم. اما صاحب مال خداوند است. نهایتا خداوند فخسفنا به و بداره الارض، نهایتا خداوند امر کرد تا قارون و تمام بایگریش زیر زمین رفت. خشم خدا وقتی اومد، زمین تمام قصرها و بایاش و خودش برد زیر زمین، نابود کرد. یعنی اون پیشرفتش، ترقیش، پول مالش، چیزش به دردش نخورد. وقتی انسان خداوند در زندگیش نباشه، هر چند بای باشد، هر چند زور باشد، هر چند پوست و مقام داشته باشد، بازم ضعیف، مسکین، فقیر، بیچاره است. چون که الله قطعش نیست، صاحب تمام هستی. امروزه در زمان ما شما عصر 21 مخصوص برای ما شما که در همین امریکا در یوروپا زندگی میکنید، معلومتر و خوبتر است که ببینید مردم بای با دولت ترقی کردن، اما که الله سبحانه و تعالی با اونها نبست، یعنی ایمان نداشتن، خدا ترس متقی نبودن، به درش نخورد. بایگریشو به درش نخورد، مالشو به درش نخورد، شهرتشو به درش نخورد. از همین نیار چقدر آدم مشهور هستند در روی دنیا، از اکتیراش بگیری، از خواننده‌هاش بگیری، از سپرسمیتاش بگیری. اگر نمیخوام درباره این منبر نامهاش بگیرم، همین اکتیور گالیوود که فیلم‌ها رو ببینه، در درون دلار غرق شدگیان، پولش حساب الله خودش میدونه. نه چقدر از همه اصلا خودکشی میکنن، چقدر اصلا که پردوز میزنن میمرن، چون که خوشبخت نیستن. ارکگولیکن. سبحان الله. ما میبینیم ظاهرا ماشاءالله این چقدر زندگی بده، دغدغه، این پول، این حد. واقعیت نگاه کنی، اگر خوشبخت نیستن و یا عذاب میکشند در زندگیشون، با بسیاری حمام نرکمن و خودکشی میکنن. یک زمان خیلی برای تعلیم میگیم، جیم کری صحبت میکرد، و بعضی فکر میکنن که کمی در بزمین خوشحاله، ای ماشاءالله چه خوشحال زندگی. آن زندگی چند بار میگه که من در زندگی خوشبخت نیستم، آرامش ندارم، من نمیدونم مقصد بعد زندگی ندارم،
همه چیز دنیا هست نیست. اصلش یعنی آرامش و سعادت ندارم میگه. دنبال سعادت نمیدونم. کاش یک کس میرسوندش اسلام قبول میکرد نجات مییافت. همه دنیا تمام میرس بگم میبره ابد جهنم میرن یا مشکلات سخت پیش میاد. کاش اسلام قبول میکردن. یا که از یکی دیگری مشهورترینه که بسیار مشهور از مرلین مارلو 1950 سال در اون خواهد نومش خودکشی میکنن. نیست خوشبختی ندارن. مل گیبس اصلا دیگر اکتروش زندگی خوشی ندارن. اگر ظاهرا میبینی اما اون در داخل نگاه کنی چقدر عذاب میکشه. همین نوع که از چمپیونای کلون تماشا کردم زندگیش نقل کرد در بالای پل خو نمیدونم کجا برم خوشبختی ندارم. فقط شب روز شراب میزنم دیسکوتک میرم میگن این تاریک یوم است اینجا مسخره. در شراب خوشبختی نیافتم. در پول دلار دنیا خوشبختی نیافتم. در شهرت منصب خوشبختی نیافتم. نمیدونم کجا برم. روزش میگه شید میگه دور گفتم کشم خونه. یک روز بالای ماشین در خودکشی میکنم 300 چند گاز جخیدم در بالای موست. یک کس میگه قرار 300 چند رفته استم. اینا میگم یکی قرار کردم رفتم 4000 دادم دوستان بالا کم خدایا تو کجا هستی مرا این سخن وای است مرا یادم که من هلاک شدم. یعنی همه چیز دارن سعادت ندارن. پس ما و شما دنبال زیب زینت ظاهری دنیا نشیم. غم نتیم خدمت ندویم. ترک نماز روزه نکنیم. ترک آدمگری نکنیم. دست به محرمات نزنیم. به شراب قمار زنا و ریبا و فند و فریب دروغ نزنیم. انسان پیشرفت نمیکنه. با دزدی و با آدم کشی و نعوذ بالله. آدم نه فقط در آخرت در همین دنیا حیاتش میسوزونه. وقت تمام شد. در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست همه ما و شما را هدایت کنند در این دنیا دو روزه توفیق بتید تا از عقلها و فکرهایی که زندگی خداوند استفاده کنند در راه راست در راه درست تا رشد و کمال برسیم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.